қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 130. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. احوال کارندگان زمین باز هم بدتر بود. آنها عادتاً باید تاسه یک حاصل را می پرداختند، ولی چنین رسم گردیده بود که برای کارندگان فقط از 5 یک حصه حاصل باقی می ماند. حصه حاصلی که کارنده می گرفت همچنین وابسته به آن بود که او با چاروا و آلات خود کار کرد و یا از آن خوجین را استفاده نمود. به ضمن این حصه کارنده از قسمت بعد ادای خراج مانده حاصل معین کرده می شد. سال 1843 در ناحیه بخارا ادریس بای نام شخص از ملک ملا فاضل جان قطعه زمینی را به اجاره گرفت. در عهدنامه چنین گفته شده بود: به عهده می گیرم که این زمین را پارو داده شدگار کرده خوب کشت می کنم، باغات و درختان را پروریده سبز و خرم نگاه می دارم. از تمام حاصلاتی که از 14 تناب زمینی ذکر شده می روید، نصفش از آن من و نصف دیگر از آن فاضل جانی نام برده خواهد بود. گفت و فرمان ملا فاضل جان را بیچون و چرا به جا می آرم و هر وقت که سهلنگاری کرده در این زمین کار نکنم، بگذار زمینی ذکر شده را از من پس بگیرم. همچنین 2 دفعه ستانیدن خراج به تعامل در آمده بود. بار اول از تمام حاصلات و بار دوم از حصه کارنده زمین که مجبور بود همه سفارشات صاحب زمین را بی گفتگو اجرا نماید. خصوصا وقتی که کارندگان در اختیار اجاره‌گیران زمین کار می کردند، کاری باز هم تباهتری به سر آنها می آمد. اجاره‌گیران قطعه های کلان زمین از آنها به فایده خود حصه علاوگی حاصل را فشرده می گرفتند. اجاره‌گیر زمین نه فقط دهقانان جداگانه بلکه یک گروه دهقانانی هم بودند که زمین را شریکانه پیکال کشت و کار می کردند. این طریق شرکت ها از آن سبب به وجود آمده بودند که اکثر دهقانان جفتی گاو و آلات کشاورزی نداشتند. حصه پیکال در بین شرکت کنندگان آن از روی سهم مالی تقسیم کرده می شد. در نتیجه عضوی بینواتری پیکال که عرق جبین ریخته کار می کرد قوتی لایموتی را صاحب می گردید. در قطار دهقانان بی زمین مردی کاران هم بودند که مورد استثماری سخت قرار گرفته مزد ناچیزی به دست می آوردند. دهقانان بسیار اندازهای علاوگی نیز می پرداختند، مانند میرابانه برای آبیاری زمین، علف پولی برای یونس قزار، خوش پولی برای جفتی گاو، یک سری برای هر سری چاروا از قبیل اسب، خر و برزگاو، اینچنین برای چیدن هیزم، گذشتن از پول و غیره اندازهای نو پیدا شده احوال گروه های استحصال کننده مملکت را باز بیشتر وزنی می گردانید. چنان که سیمیانوف درست قید می کند، باری که به دوش دهقان اذیت دیده بخارا گذاشته می شد در واقع هم طاقت فرسا بود.
برای اهالی کوچی و نیم کوچی مالیاتی از همه میان شکن زکات به شمار می رفت. این نوع مالیات اصلا می بایست از 41 قسم چاروا را تشکیل می داد، اما عملا تماما طور دیگر بود. به قول یکی از شاهدان، جمع کردن زکات در خوقند با چنان سوی استعمال ها صورت می گرفت که قرقیزهای آنجا هر سال قریب از 21 قسمت چاروای خود را می دادند. در میانه های عصر 19 زکات را بیشتر به شکل پول می گرفتگی شدند. سرچشمه ها اطلاع می دهند که در دولت خانی خوقند جمع کردن زکات به یک نوع عزیمت نظامی عاملان خراج به نشیمنگاه قرقیزها تبدیل یافته بود. قرقیزها هرگاه به مقابل جمع کنندگان زکات سرمه برداشتند. در این صورت دسته های کلانتر نظامی فرستاده غیر از زکات امانپوری هم می ستاندند. به دهقانان لازم می آمد که مجبوریت های گوناگون را نیز ادا نمایند. یکی از مجبوریت های خیلی وزنین حشر بود. این اصطلاح در آن زمان کارهای مجبوری را که دهقانان باید اجرا می کردند افاده می نمود. ساختن و تعمیر کردن کانال ها، انشاءات ها، قلعه ها، پل ها، راه ها، اینچنین کشت و کار و نهال شنانی در زمین های امیر یا خان از همین قبیل کارها به شمار می رفت. گاهها در یک حشر تا 10,000 کس اشتراک می کرد. دهقانان وظیفه‌دار بودند که به حشر با خر و اسب، عرابه و اسباب و ابزار خود حاضر شوند. در خانه خوقند مقرر گردیده بود که هر یک دهقان باید 3 روز در حشر شرکت می نمود. خوراک آدمان و خاشاک چاروا را خان به ذمه خود می گرفت. البته خرج خان احیانا رعایت می شد. به هر حال بسیار دلیل های واقعی موجودند که در ملک شهر سبز دهقانان هنگام حشر از حساب خود خوراک می خوردند و در قراتگین مدت حشر تا 15 روز طول می کشید. حشر هم یک واسطه فایده علاوگی به دست آوردن عملداران امیر گردیده بود. این را استاد صدرالدین عینی در تصویر حشر کانال تومن شافرکام خیلی خوب نشان داده است. به ضمن این خراج و مجبوریت های معمول باز بسیار اندازهای دیگر نیز موجود بودند. آنها مخصوصا در دوره عملیات حربی وسعت زیادی پیدا می کردند. یکی از همین قبیل اندازهای فوق العاده جول بود که پرداختن آن برای اهالی خیلی گران می افتاد. یک مؤلف معتبری روس درباره خانه خوقند در آوان همراه شدن به روسیه چنین نوشته است: در وقت جنگ و یا با میل خان یا خود بیکها فقرا به دادن باج و خراج‌های از حد زیاد مجبور کرده می شوند. در این وقتها از مورد استفاده برده دزدی می کنند و برای همین هم از مردم به حجم زیادتر مالیات می ستاندند. آقسقال ده یا محله می دزدد، جمع کننده خراج می دزدد، بیت می دزدد، خزیندار خان می دزدد. خان فقط با همین قناعت می کند که مقداری تعیین کرده او پره جمع آورده و سپرده شود. دیگر از اندازهای از همه گرانترین چوب پوری بود و حتی از ینتاق هم گرفته می شد. اهالی خانه خوقند بی اجازت عملدار حتی خاری در صحرا رویده را هم نمی توانست جمع کند. در ملک‌های کوهستانی بخارای شرقی اهالی را مجبور می کردند که برای حاکمان و عملداران هیزم تیار سازند. در خوقند دولت حتی از عقد نکاح و تقسیم میراث یا خواجگی نیز انداز می گرفت. در ولایت‌های دیگر این نوع انداز را به قاضی می دادند. از آسیاب و جواز همچنین در سر پول و گذرگاه ها برای بار و چاروا باج ستانده می شد. اهالی شهر و دیهات در وقتی چیزی را فروختن غیر از زکات
از 41 حصه نرخ مال انداز علاوگی بازار تگیجای را هم می پرداختند. عموماً و در موردهای مخصوص به فایده حکومت محلی انداز جمع کرده می شد. ضمناً به همه نمایندگان حکومت پول دادن لازم می آمد. همچنین برای روحانیان و مسجدها اندازهای گوناگون وجود داشتند. خصوصاً 10 یا اوشر به انداز دهندگان گران می افتاد. در یکی از منبع‌های خطی خوقند چنین خبر داده می شود: در خوقند از قدیم الایام عادتی به تعامل در آمده بود که مطابق آن علما، قاضی‌ها، سپاهیان و نوکران از دادن خراج و اندازی تنابانه از باغ انگور، کشتی یونچقه و درختزارشان آزاد بودند. ولی از بس که تنابانه اندازی معین بود، در سال فراوان حاصلی حصه از حد اعتدال اضافه حاصل گرفته می شد. جمع‌آوری انداز را اکثر وقت به اجاره داران وامی گذاشتند. به قول گینز در دولت خانی خوقند که جبر و ستم، بیدادگری و خودسری حکم فرما بود، این طریقه جمع کردن انداز برای مورد استثمار بی ترتیبانه، بازداشته نشونده و از نظارت بیرون قرار گرفتن خلق بهانه‌ای می گردید. این حادثه را به امارت بخارا و دولت خانی خیمه هم نسبت دادن ممکن است. ذکر تمام خراج و مالیات و مجبوریت‌های مخصوصی که در ولایت‌های مختلف آسیای میانه معمول گردیده بودند در این بیان مختصری ما گنجایش نخواهند یافت. خراج و مالیات‌های علاوگی و مجبوریت‌های گوناگون مهنتی علل خصوص در بخارای شرقی حد و حساب نداشتند. چنین بود احوال گروه‌های استحصال کننده دهات. اما وضع زندگی شهریان از این بهتر نبود. از دست حکمرانان حریص و آزمند نه فقط اهالی عادی شهر، بلکه طبقه های دولتمند و با استطاعت از جمله تاجران هم اذیت می کشیدند. موافق سخنان یکی از شخصان با معرفت خوجند که سال 1824 گفته است: فقط آنانی که در خدمت امیر یا حاکم مرتبه های بلند را صاحب شده اند و هم جمع کنندگان انداز از حال خود قانع‌اند. چنانکه محققی با وضعیت آسیای میانه به خوبی شناسی روس در میانه های عصر 19 نوشته است: خود خلق در نهایت قشاقی و مظلومی زندگی به سر میبرد، اما دولتمندان دارایی خود را از صاحبانشان حاکمان پنهان می کنند که به حرص آنها نرسند تا در ناآمد کار مورد غارت آنها قرار نگیرند، زیرا این صاحبان اصلاً بیدادگرند، از چیزی اندیشه نمی کنند، خودسرانه و بیوجدانانه به دارایی تابعانشان اختیارداری می نمایند. خود حیات آدمی هم به تعبیر شاعر فیلسوف عبدالقادر بیدل بر سر مژگان چو اشک استاده بود، زیرا ظلم و استبداد و بیدادگری حد و حساب نداشت و ممکن بود که هر کسی بدون تحقیق و حکم به قتل رسانیده شود. به بالای این همه سختی و تلخی های روزگار، خرافات و تعصب حکم فرمایی می کرد. چنانچه در دولت خانی خوقند هنگامی ساختمان کانال آب قطعه را رخنه کرده با راه دیگر جاری شد. عملداران خان که به کار ساختمان نظارت می کردند از بین کارگران همه کسانی توختسین نام داشته را دعوت کرده فرمودند که آنها را زنده به زمین گورانند تا راه جریان آب بازداشته شود. در وقتی بها دادن به وزنینی اندازها گفته است مارکس: چندان مبلغی مقرری آن را نی، بلکه طرز ستاندن و خرج کردن اندازها را باید در نظر گرفت.
طرز ستاندن اندازها در هندوستان نفرت آور است و اگر به طریق مثال خراج زمین را گیریم، در نتیجه طرز موجوده از احتمال دور نیست که محصولات از جمع آوری دیده بیشتر نابود می گردد. آنچه آید به خرج اندازهای گذاشته شده باشد گفتن کافی است که یگان حصه آن در شکل بناهای سودمند جمعیتی که نظر به هر جای دیگر برای کشورهای آسیا ضرورند به خلق برنمی گردد. این سخنانی پر ارزش برای آسیای میانه نیز کاملا مطابقت دارند. درآمد سالانه زمین، خراج و مالیات جمع شده همه تماما برای افزودن ثروت صنف فیادلان، برای تأمینات دستگاه اداره دولت که آلت استثمار و غارت مردم بود، برای قوه‌های عسکری که همچون آلات فرو نشاندن نارضایتی عامه خلق خدمت می‌کرد صرف می‌شد. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. مبارزه صنفی. اهالی شهر بخارا و ناحیه‌های اطراف آن بارها به مقابل امیران منقید شورش برداشتند. این قبیل شورش از جمله در سال 1758 برپا گردیده، شورشیان در کوچه های شهر سنگرها ساخته بودند. شورشی دیگر سال 1785 سر زد که اشتراکچیان آن بیشتر از 1000 نفر ظاهراً نمایندگان صنف حکمران را به قتل رساندند. سال 1810 در بخارا قحطی روی داد. قمتی و گرسنگی سر شده به سر مردم عذاب و عقوبت‌های زیاد آمد. دربار امیر برای سبکتر گردیدن وضعیت نهایت سختی اهالی یگان چاره ندید. آنگاه شهریانی با آشوب آمده میدان ریگستان را فرا گرفتند. امیر به هراس افتاده از شهر فرار نمود. عاقبت آشوب خلق با زوری فرو نشانده شد. از روی بعضی مدرک‌های غیر مستقیم شور و آشوب‌های خلقی در سال 1819 یا 1820 نیز به وقوع آمده بودند. جنبش کلان خلقی سال 1821 در قسمت میانه وادی زرفشان بین سمرقند و بخارا در میانکال به عمل آمد. در اینجا طایفه های نیمکوچی ازبیک، خیتای قیپچاق ها زندگی می کردند. تضییق اندازها، مصادره های دائمی و خدمت حربی سفر بر کردن مقدار زیادی مردان قبیله ها، همه این یک جایه اهالی میانکال را نهایت به شور آورد. سال 1821 حکومت دوباره به سربازی آدم گرفتن را سر کرد. کاسه صبری خیتای قیپچاق ها لبریز شده، نارضایتی آنها به شورش آشکارا فرو ریخت. قرقلپاق های ساکن این محل نیز به شورشیان همراه شدند. تمام طایفه های ناحیه بین سمرقند و کتقرغان به زیر لوای شورشگران در آمدند. شورشیان مأموران امیر را رانده کتقرغان، چلک، ینگ قرغان و دیگر شهر و دیهه های گرد و اطراف را ضبط نمودند. همبغلان این جایها هم به صف شورشگران داخل شدند، اما اعیان و اشراف برای کمک به امیر رو آوردند. شورشگران به طرف سمرقند حرکت نمودند. امیر به کتقرغان حمله آورده آن را ضبط کرد و اهالی را از دم تیغ گذرانید. شورشگران از خوقند، شهر سبز و دیگر ملک‌های دشمنی امیر حیدر مدد خواستند، اما اتفاقچیان بین خود موافقت حاصل نکرده به طور پراکنده عمل می نمودند. خیتای قیپچاق ها خواستند به بخارا ضربه زنند، ولی به این موفق نشدند.
شورشیان کوشش کردند که دهقانان ناحیه‌های گوناگون را به طرف خود کشند. این هم نشد. آخر الامر قوه‌های اساسی شورشیان از هم پاش خورد و آنها اصول مدافعی پسیو را پیش گرفتند. در همین وضعیت سال 1825 امیر حیدر مهمترین نقطه‌های مقاومت شورشیان را اشغال نمود. در سالهای 1840-1842 مناسبتی بین امارت بخارا و دولت خانی خوقند خیلی تیز و تند گردید. وقتی که در سال 1840 خان خوقند از خوف هجوم قشونهای بخارا به ترس افتاده خوجند را داد، در خوقند شورش به عمل آمد. و شورش خواجه قلندری مسگر سرداری میکرد. هزاران تن بغلان شورشگر با راهبری این مرد شجاع عملاً پایتخت مملکت را اشغال نمودند. آنها منزل‌های عملداران خان را به خاک یکسان کرده سفیران بخارا را نیز ایمن نگذاشتند. چنانچه که تاریخ خوقند اطلاع می‌دهد، همه عملداران نظامی و غیر نظامی به گوشه‌ها پنهان شدند. سپس شورشیان دربار خان را احاطه نمودند. دایره‌های حکمران فقط با مکر و فریب و دشواری‌های زیادی توانستند که این شورش را فرو نشانند. ولی سببگار اساسی سرزدن شورش پیش از همه ظلم و ستم بیرحمانه از بین برده نشد. این بود که سال آینده باز شورش خلق به وقوع آمد و چنان وسعت پیدا نمود که خانی به هراس افتاده از خوقند فرار کرد. جنبش های خلقی در خوقند سال 1842 وقتی هجوم قشون های بخارا نیز به عمل آمده بودند. در آخر سالهای چیلم، احتمال سال 1847، شورش ساکنان شهر تاشکند برپا می گردد. آن وقتها شهر تاشکند تحت تصرف خانی خوقند قرار گرفته، در آنجا نماینده بزرگزادگانی در سر اداره دولت خانی نشسته قیپچاق عزیز پروانچی حکمرانی میکرد. او بارها به مقابل شهر ترکستان لشکر کشیده در نتیجه جنگ‌های دور و درازی طاقت فرسا خزینه را خالی کرده بود. به این سبب در مشورت حاکم با اعیان و اشراف تاشکند قرار کرده شد که علاوه به اندازهای معمولی از اهالی شهر و دهات اطراف به طریق فوری اندازی فوق‌العاده پولی جمع کرده شود. اهالی شهر که از جبر دائمی و تضییق بیرحمانه عزیز پروانچی حالشان تباه می شد، همیشه به عصیان آماده بودند. قهر و غضب خلق به نهایت خود می رسید. جمع‌آوری اندازی نو کاسه صبری مردم تاشکند را لبریز نمود. ساکنان شهر به جمع کنندگان انداز در افتادند و پولهای ستانده آنها را کشیده گرفتند. در بسیار محلها سنگرها به وجود آمدند. یکی از مرکزهای مهم شورش رسته مسگران بازار تاشکند بود. حاکم 6 روز با کمک توپ و تفنگ زور زده بسیار مرکزهای شورش را ضبط کرد، ولی فرو نشاندن شورش برایش میسر نگردید. شورشگران قوه نو جمع کرده تمام شهر را اشغال نمودند. حاکم فرصتی گریختن نیافته در درون قلعه شهر پنهان شد. شورشگران همراه قشون حاکم ناحیه همسایه قورمه عزیز پروانچی را از شهر راندند. چنانکه از سرچشمه ها معلوم می شود، نیروی اساسی حرکت دهنده این شورش کمبغلان شهر بودند، هرچند که در آن شهریان دارا و نمایندگان جداگانه اعیان و اشرافی از حکومت خوقند ناراضی نیز اشتراک داشتند. عامه خلق موفق شدند که اندازهای نوی خیلی گران را بیکار کنانند
و گماشته نفرت انگیزی خوقند را از شهر بیرون کنند. طایفه های جنوب و شمال قرقیزستان و قزاق‌ها نیز چندین بار بر ضد یوغ اسارت خوقند سر برداشته بودند. در جریان این شورش ها مهنتکشان کوچنشین اکثر وقت با دهقانان و شهریان مظلوم متحد می شدند. مبارزه صنفی در ناحیه های جداگانه کوهستان پامیر غربی هم با شدت تمام دوام می کرد. در ابتدای سالهای 60 دهقانان شغنان، روشان و وخان شورش برداشتند که به آن شیخزاده روشانی سرداری نمود. شورشگران نشیمنگاه میری روشان قلعه وامه را به دست درآوردند. سپس آنها به سوی قرارگاه حاکمی شغنان قلعه برپنج حرکت کرده قشون آن را تارومار نمودند. تمام دارایی حاکمان در بین دهقانان تقسیم کرده شد. این شورش فقط پس از آن که حکمران کلی بدخشان به پامیر غربی قوه زیادی حربی فرستاد شکست خورد. یکی از کلانترین و پردوامترین شورش های عصر 19 شورش ترکمنهای خوارزم در سالهای 1855 1867 می باشد. همچنین شورش دهقانان بینوا با سرداری مزدور محمد فنا را که سالهای 1858 1859 در خانه خیوه به عمل آمده بود می توان خاطر نشان کرد. ما فقط چند از لحظه ها و لمحه های مبارزه صنفی در نیمه دوم عصر 18 نیمه اول عصر 19 جریان داشته دولت های آسیای میانه را ذکر نمودیم. موج پروسعت شورش های خلقی گاه سراسر آسیای میانه را فرا می گرفت، اما مورخان دور آنها را نادیده می انگاشتند. این در واقع خصوصیت تاریخ نگاری فیودالی شرق است. این است که ما درباره آنها اکثراً از روی معلومات و علامت‌های غیر مستقیم آگاه می‌شویم و قضاوت می‌کنیم. تاریخ شناسی مشهوری سویتی ایوانوف از خصوص حرکت‌های خلقی اهل امیر دانیال سخن رانده نکته سنجانه خاطر نشان کرده بود. مورخان بخارا که این واقعه ها را برای ما نقل می کنند، آنها را اساساً همچون لوحه های مبارزه فیودالان محلی بر ضد حکومت خانی و قلم می دهند. ولی باید قید کرد که اعیان و اشراف محلی در مبارزه ضد خان قریب تماماً به فوجهای دهقانان تکیه می نمود و سرانجام این مبارزه هم محض به فعالیت آنها وابسته بود. از این رو فرض کردن ممکن است که بیشترین لوحه های مبارزه مسلح در امارت بخارای عصر 18 مهمترین عنصرهای حرکت‌های خلقی یا دهقانی را در خود نهفته بودند. فقط فرق در این بود که فیودالان محلی از روی منفعت‌های محدود صنفی خود به آنها سرداری می‌کردند و از آنها استفاده می‌بردند. این فکری به غایت عمیق و پرمعنی است. با وجود این می‌توان به آن علاوه نمود که این گفته ها به نیمه اولی عصر 19 نیز کاملا نسبت دارد. شما گفتاری 130 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولов خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.